سلام، خیلی خوش اومدیم به اپیزود 5 نوتخوانی از پادکست تخت سیاه. من علیارم، اینجا هستم تا بهتون نوتخوانی روی سیم‌های گیتار رو یاد بدم. با من همراه باشید. امیدوارم که توی اپیزودهای قبلی هرچی تمرین بهتون داده بودم انجام داده باشین. تمام نوت‌ها رو جاهاشون رو روی خطوط حامل و روی گیتار حسابی تمرین کردین و یاد گرفته باشین. این جلسه قراره که سیم سوم گیتار رو کار بکنیم. میشه صفحه های 13، 14 و 15 کتاب ملبی. سرعت عملمون هم یه مقدار زیاد شده. یک نکته‌ای وجود داره. چیزایی که هفته پیش گفتم و میخوام یه بار دیگه مرور بکنم. توی کلاس آنلاین تنها چیزی که من نمیتونم کنترل بکنم بازخورد از تمرینای شماست. پس خودتونین که باید مثل یک استاد بالا سر خودتون وایسین و مطمئن شین که تمام اون کارا دارین درست انجام میدین. این چند تا قید خیلی مهمه. یک، باید حتما پا بکوبید. اگر تمرینای گذشته رو دارین انجام میدین ولی پا نمیکوبین بدونین که یه کار میلنگه، حتما پا بکوبین. نکته دوم، مترونوم رو حتما ازش استفاده کنید. نرم افزار ساوند کورست که بهتون گفتم. 3، اسم نوت ها رو موقع اجرا کردن حتما بگین با خودتون. و 4، به پیک زدنتون هم دقت بکنین. مطمئن شین که با 2 تا انگشت فقط پیک رو گرفتین. بچه‌هایی که تازه شروع کردن گیتار رو خیلی وقتی میایم نگاه میکنیم میبینیم که برای راحتی از 3 تا انگشت استفاده کردن برای گرفتن پیک. حتما با 2 تا انگشت پیک رو بگیرین. حتما جهت از بالا پایین باشه. بعضی‌ها امکان داره نگاه بکنن ببینن که موقع ساز زدن بعضی اوقات من دارم این تمرینا رو میزنم از بالا به پایین و از پایین به بالا. من برای این کار رو دارم انجام میدم چون التیمیت پیکینگ رو به این شیوه از ابتدا کار کردم. برای اینکه برای شما سخت نباشه میگم از بالا به پایین. خب بریم سراغ صفحه 13 ملبی. توی صفحه 13 مثل درس‌های قبلی بالای تصویر چند تا نوت جدید داریم که باید یاد بگیریم و پایین تصویر تمریناشه که اینا رو بزنیم. سیم سوم یا سیم سول فقط 2 تا نوت داره برای آموزش. خبر خوب اینه که قبلی‌ها اگر که رو هر سیم 3 تا نوت داشتیم یه مقدار راحت‌تر، فقط 2 تا نوتی که بعد جاشو یاد بگیریم. اگر سیم سوم رو به صورت تنها آزاد بزنیم نوت سول هستش و اگر انگشت دومم رو بردارم روی فرت دومش بذارم نوت لا. پس 2 تا نوت سول، سول، لا. چون فرت دومه از انگشت 2 دارم استفاده میکنم برای نواختنش. جاهاشون هم روی خطوط حامل برامون کشیده. اگر که خط دوم خطوط حامل رو روش یه دایره بکشیم نوت سول هستش و اگر بین خط دوم و سوم خطوط حامل یه دایره بکشه نوت لا هستش. اوکی، بریم تمرین ها رو هم بزنیم. اولین تمرین نوت های گرد و سفید داره و در ادامه نوت های سیاه میشن. یه پری کاونت میدم و شروع میکنم. 1 و 2 و 3 و 4 و سول و 2 و 3 و 4 و لا و 2 و 3 و 4 و سول و 2 و لا و 2 و سول و 2 و لا و 2 و سول لا لا سول لا لا سول سول لا سول سول لا سول و 2 و 3 و 4 و تمرین بعد سپارکینگ استلا 3 خطیه. خط اول رو میزنیم از نوت‌های سول شروع میشه میره ره داریم میره به همین شکل میره جلو. بیشتر هم نوت‌های سیاه هستش. برای اینکه اشتباه نکنیم از مترونوم استفاده میکنم. بازه نوت‌هایی که داره نواخته میشه اینجا چون زیاده من ترجیح میدم اسم نوت‌ها رو نگم ولی شما توی تمرین ها بگین. من احتمال داره که اون نوت‌ها بهم زیاد فشار بیاره، مجبورشم هد وایس بگم یا فالستو خدمتتون که ارشاد بعضی از نوت‌ها فالش بشه برای اینکه گوش نوازتر باشه. من اسم نوت‌ها رو نمیگم ولی شما قراره بگین. خب مترونوم 40 رو انتخاب کردیم مثل جلسه‌های گذشته. بعدا میتونه مترونوم بالا بیاد. از مترونوم 40 شروع میکنیم. 1 و 2 و 3 و 4 و
خط بعد سی سی لا تمرین بعد صفحه 14 بالای صفحه اسم تمرین هستش آورالی. خیلی من این تمرین دوست دارم. خب بالای نوت ها میبینین یک سری حروف لاتین نوشته شده، سی یا مثلا تو میزان بعد بالاش نوشته D7 جلوتر G7. اینا آکورد ها هستش. قرار نیست شما کاری انجام بدین. این آکورد ها رو نوشته تا اگر نوازنده دومی در کنار شما داره کنارتون این قطعه رو کمکتون میکنه، با هم دیگه دو نوازی میکنیم، نوازنده دوم حالا یا استادتونه یا دوستتونه این آکوردا رو بزنه. ولی شما چون فقط با یک ساز دارین تمرین میکنین به اونا هیچ توجه نمیکنین، فقط نوت ها رو میزنین. دوباره ترکیبی از 3 تا سیم گیتاره و منم برای این که میگم دیگه خیلی گوش خراش نشه، فقط صدای خود گیتار باشه، اسما رو نمیگم، اما سعی میکنم که زیر لب اینها رو برای خودم بگم، شما هم سعی کنین این کار رو انجام بدین، خیلی کمک میکنه. مترونوم 40 ریکاونت میریم 1 و 2 و 3 و 4 و خط سومو میزنیم 3 و 4 و می و 2 و می و 2 و می ره 2 ره می و 2 خط بعد می فا می ره لا ره دو دو سی می ره دو و 3 و 4 و. خب قبل از اینکه تمرین بعد رو شروع بکنیم یک مبحثی رو کتاب به اون آموزش داده تحت عنوان آفتاکت. خودش چی گفته؟ گفته وجود یک یا چند نوت قبل از اولین میزان. منظورش چیه؟ تمرین دوم صفحه 14 رو نگاه بکنید. رد ریور ولی. شما ابتدای قطعه که شروع شده 2 تا نوت‌های سول 2 و بعدش نوت می هستش، اول یک میزان. میگه که آقا اولین میزان قطعه ما در واقع همین میزانی هستش که بالاش یه دونه سی انگلیسی نوشته یا نوت می رو نوشته. اوکی؟ حالا نوت می رو پایینش نوشته و ادامه میده. اون 2 تا ضرب قبل شامل میزان اول آهنگ نمیشن، قبل از میزان اول. از کجا فهمیده؟ خب میزان نمای ما گفتم وقتی یه دونه سی ابتدای قطعه هستش یعنی 4 یعنی من باید هر میزان قطعه باید 4 ضرب نوت داخلش باشه. ولی نگاه میکنیم میبینیم ابتدا یه 2 تا نوت هستش و بعد میزانهای بعد همه چی اوکی شده. هر وقت این اتفاق افتاد ما میفهمیم که آفتاکت اتفاق افتاده. یعنی همین، یعنی وجود چند تا نوت قبل از میزان اول. هیچ فرقی با قطعه‌های دیگه نداره. فقط اللحاظ ظاهری وقتی نگاه میکنیم میبینیم که میزان اولمون
در واقع قبل از میزان اولمون 1 2 یا 3 تا نوت هرچی هست یه میزان ناکامل هستش و دقیقاً همون قدری که کسر اون میزانه هر چقدر که کسر داره میزان آخر رو که نگاه میکنیم میبینیم که به همون میزان نوت اضافه داره. الان میزان آخرمون 2 ضربه، میزان اولمون هم 2 ضربه، جمع اینها با هم میشه 4 ضرب، یعنی دقیقاً همون چیزی که یک میزان کامل رو تشکیل میده. فقط و فقط شما موقعی که میخواین پا بکوبید پریکاونت بدین باید حواستون باشه ما پریکاونتمون همیشه 4 تاییه، 4 ضرب میشمریم و قطعه رو شروع میکنیم. توی اینجا شما 2 ضرب میشمرین، ضرب 3 و 4 خود به خود وجود داره تو قطعه، پس دیگه 3 رو میزنیم که میشه نوت سل، یا 4می میشه نوت دو، میگیم 1 و 2 و سل 2 می و به همین شکل میریم جلو. پس فقط پریکاونت قطعه آفتاکت فرق داره. یک مبحث دیگه هم این درس داره که داره به ما آموزش میده، یعنی این تمرین ردریور. صفحه 15 رو نگاه بکنید. توی صفحه 15 اومده توضیح داده که خط اتحاد چیه. من اگه بخوام به زبون ساده بگم، خط اتحاد یک ابرو یا یک شکل منحنیه که بین دو تا نوت همنام کشیده میشه. یعنی فرض بکنید نوت دو یه جا کشیده، دوباره کنارش یه نوت دو دیگه کشیده، این دو تا نوت دو رو با یه ابرو به هم وصل کرده. هر وقت این اتفاق افتاد این دو تا نوت ارزش زمانیشون به هم دیگه جمع میشه. چرا حالا این اتفاق میفته؟ همیشه میگن نیاز مادر اختراع. فرض کنید من بخوام یه نوتی، مثلا من یه آهنگسازم میخوام یه نوت 7 ضربی داشته باشم، توی یه آهنگ یه نوتی میخوام 7 ضرب کشیده بشه، 8 ضرب، 10 ضرب. خب سوال به وجود میاد، میگیم آقا ما بیشترین ارزش زمانی که بلدیم 4 ضربی نوت گرده، یا اصلا تو میزان هایی که داریم توی میزان بیشتر از 4 ضرب که نمیشه کشید، پس من چجوری میتونم 10 ضرب یه نوتو بکشم؟ میگیم ایراد نداره، بیایم یه دونه نوتو، مثلا نوت 4 ضربی میخوام 8 ضرب یه نوتو بکشم، یه نوت 4 ضربی میذارم توی میزان، تو میزان بعدیش هم یه نوت 4 ضربی میذارم، با یه ابرو اینا رو به هم وصل میکنم، حالا جمع اینا میشه 8 ضرب. نوت اولو که زدم دیگه نوت دومو نمیزنم، ارزش زمانیش به اولی اضافه میشه، پس یک به اضافه است. نوت دوم ارزشش رو اهدا میکنه به نوت اول، دیگه نوت دوم رو نمیزنیم. مثالهاش هم اول صفحه 15 هستش، هم همین تمرینی که ردریور ولی نوشته. این هر دو از نوت‌های اتحاد استفاده کردن. خیلی راحته، نوت خونی که توش خط اتحاد داره معمولا راحته، چون ارزش زمانی‌ها بیشتر شده و شما دیر به دیر دارین نوت‌ها رو میزنین. خب انتهای خط اول رو نگاه بکنید توی ردریور ولی، یه نوت 2 که سفید نقطه دارم هستش، سفید نقطه دارم میشه 3 ضرب، یک ابرو کشیده، یه خط اتحاد کشیده به خط بعدی نوت اول میزان که نوت 2 هست، میبینین هم نامن با هم دیگه، این دوتا رو با یه دونه ابرو به هم وصل کرده که اینم نوت بعدی هم یه نوت سفید 2 ضربیه، سفید 2 ضربی به همراه سفید نقطه داره 3 ضربی که نوت قبلش بوده میشه 5 ضرب. پس ما نوت خونی داریم میکنیم، میریم جلو به همون نوت اولی که رسیدیم که نوت 2 باشه، نوت 2 رو 5 ضرب میکشیم، دوباره خط دوم رو ادامه میدیم، میریم به نوت آخرش که رسیدیم نوت ر هستش، یه 4 ضرب خودشه، 4 ضرب که نوت ر رو کشیدیم میبینیم یه دونه ابرو کشیده با خط بعدی که یه دونه ر 2 ضربیه، دوباره این 2 ضرب به اون جمع میشه، پس بعد اینو 6 ضرب بکشیم. به همین شکل حالا اجرا هم که بکنم، اگر سوالی باقی مونده باشه فکر کنم توی اجرا متوجه منظورم بیشتر میشین. بریم ردریور ولی رو بزنیم. خب دوباره از مترونوم 40 استفاده میکنم. پیشنهادم اینه که شما اگر میبینید براتون سخت تمرین ها عدد 35 یا 30 رو انتخاب بکنید، حتما الزامی نیستش که از 40 شروع بکنیم. سرعت ما برای اینکه دیگه خیلی پایین نیاد توی ویدیو، من از 40 استفاده میکنم. پیشنهادم اینه که هر سرعتی که فکر میکنین راحته، بدون نیاز به فکر کردن و هی قطع کردن و اینا باشه، اون سرعتی که واقعا فکر میکنین درسته برای شما مناسبه رو انتخاب بکنید. خب 40 رو میذاریم، همونطور که گفتم چون آفتاک داره 2 ضرب و فقط 2 ضرب پیر کاونت داریم. آماده؟ 1 و 2 و سول می و دو و می ره دو و دو و سه و 1 و 2 و سول دو می
سل و دو و فا می ره و دو و سه و چهار و یک و دو و سل فا می و دو و می و ره و دو و دو و ره می سل فا و دو و سه و یک و دو و لا سل و دو و سی دو ره و دو و می ره دو و سه و چهار و یک و دو و توی تمرین هایی که خط اتحاد داشت یک بار اون ارزش زمانی نوت اول رو میشمردم، تموم که میشد نوت جدیدی رو نمیزدم و یک بار هم ارزش زمانی نوت جدید رو. خب بریم سراغ صفحه بعد. سالم 100 اسم قطعه هستش، اون پی فکر میکنم خونده نمیشه. خب مجدد مثل نوت‌های قبله، مثل تمرین قبله، چیز خاصی نداره. آکوردهای زیادی بالا نوتا نوشته، امکان داره یه مقدار علاوه روانی گیج کننده باشه، شما بهش هیچ توجهی نکنید. و اینکه در دوتا میزان آخر هم دوباره خط اتحاد داریم. نوت 2 هستش، یه 4 ضرب یه 3 ضرب، که در واقع نوت اول رو 7 ضرب ما باید بکشیم. تمام، شروع میکنیم. 1 و 2 و 3 و 4 و دو و دو و سه و چهار و یک و دو و سه و یه دونه هم سکوت. خب تمرین بعد When the Saint Go Marching In، پایین صفحه 15. تمرین نسبتا راحتی هم هستش. ضرب اول اون سکوت چیزی شبیه به آفتاکته، حدودا این هم ناقصه، ولی چون نوشته سکوت رو دیگه اون تا وقتی که نوشته میشه آفتاکت نیستش. اوکی. خب مترونوم 40 آماده. 1 و 2 و 3 و 4 و سکوت. سی دو ره و دو و سه و 4 و سکوت. چهار و سکوت. و 4 و سکوت. سو و دو و سه و سو.
سکوت. دو سی دو ره و دو و سی و دو و لا و دو و لا و دو و سل و دو و سه و چهار و میزان بعد هم 4 ضرب سکوته که ما وظیفه داریم انجامش بدیم. خیلی عالی. تا اینجای کار نوت های سیم های اول، دوم و سوم رو یاد گرفتیم و با هم ترکیبشون کردیم و چند تا تمرین رو زدیم. جلسه بعد، اپیزود بعدی، یعنی اپیزود 6 نوتخوانی، قراره که یک قطعه از خارج کتاب بزنیم. از کتاب ترانه های آفتاب، نوشته و تألیف استاد محمد رضا توسلی نازنین و عزیز. محبت کردن، کتاب بسیار خوبی رو نوشتن. قراره که از کتاب ایشون قطعه مستم رو بزنیم. بهتون حتما پیشنهاد میکنم که کتابشون رو تهیه بکنید. جلسه بعد حالا ما PDF اون قطعه رو توی خود اپیزودمون میبینیم و میتونیم روش بزنیم، ولی پیشنهاد میکنم که کتاب رو تهیه بکنید. یک قطعه خارج از کتاب ملبی میزنیم تا ببینیم که نوت هایی که تا حالا یاد گرفتیم میشه باهاش یک قطعه‌ای که شنیدیم همه بزنیمش. مجددا برمیگردیم به ملبی. توی جلسه های بعدش چند تا تمرین پشت سر هم میزنیم و دیگه یواش یواش آماده ایم تا آهنگ هایی که یک عمر شنیدیمشون رو نوت خونی بکنیم، نوتاشون رو آماده ایم که بذاریم جلومون رو بنوازیم. امیدوارم که هفته خوبی داشته باشین، حسابی تمرین بکنید. بدرود.